اجازه هست؟ بیا. السلام علیکم و رحمت الله. آقای عزیز، این بار هم یک ویدیو خیلی جالب و از این قرار است آداب اجازه گرفتن به خانه که خداوند جل جلاله می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. ای کسانانی که شما ایمان آوردید داخل نشوید به خانه‌ای که غیر از خانه شما است تا اینکه اجازه بگید و بعدا سلام بده به اهل خانه. قول قطبی صاحب است که میگه هیچ گونه تقدیم و تأخیر در این آیت به کار نیست. همین قسمی که آیت شریف است که میگه اول اجازه بگیره بعدا سلام به اهل خانه بده. اگر به ما اجازه داده نمی شود اجازه ترک کنیم برگردیم. و مثل یکی از صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم که نام مبارکشان یادم رفته، دوستا یاد داد که من نوشته کنم، او در یا روزو بود کدام جای ما پیدا شود که من اجازه بگیرم و ما اجازه داده نشود اجازه ترک کنم برگردم تا اینکه عمل بایه شود که خداوند جل جلاله فرموده است اگر به شما اجازه داده نمی شود اجازه ترک کنید و برگردید. و دوستای عزیز، تنها در جاهای عمومی اجازه گرفتن می شود، مثل مسجد یا خانه‌ای که از خود انسان باشد، احتمال آمدن کسی در اونجا نباشد. و یکی روی کدام مصلحت نباید بدون اجازه داخل شویم. یکی از به خاطر که با نامحرم سر نخوریم، به خاطر کسی که در خانه است او اذیت نشه، نترس، اذیت رساندن حرام است. 3 اگر ما بدون اجازه داخل شویم شاید صاحب خانه آماده ملاقات ما نباشد، آماده از این نباشد که ما سخن بگوید. 4 شاید انسان در کار مشغول باشد که نمیخواد کسی از او خبر شود. و ما یک بار طریقه اجازه گرفتن انجام میتونم، دوستا ببینیم. اجازه هست؟ بیا. السلام علیکم و رحمت الله. دوستان، یه طریقه اجازه گرفتن و در آخر یک چیز یادتان نره، لایک و فالو که از برنامه جالب ما مستفید شوید.